الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه اجمعین. حمد و ستایش از برای آن پروردگاری که ما را مسلمان آفرید و حمد و ستایش از برای آن ذاتی که ما را به خودش شناس گردانید. حمد و ستایش از برای آن پروردگاری که برای هدایت بندگانش بنده خود، حبیب خود، خلیل خود محمد فرزند عبدالله را فرستاد. هزارها حمد و ستایش از برای آن خدایی که پیغمبر را با یک دین حق به سوی بندگانش روان گردانید. اگرچند که از آمدن دین محمد، دین اسلام، کافران و مشرکان ناراحت بودند، هزارها شکر به سوی پروردگار که ما را اهل هدایت آفرید. پیش از آنی که مثل عادتهای پیشینه با شما دعا کنم، میخواستم دعای خود را با مناجات یکی از جگر سوخته های در راه الله، یکی از آدمان با ایمان و اهل خیرات که مناجات به سوی پروردگار کردند، مثل ما و شما دست به سوی دعا می برداشت و خداوند را فریاد می زد. دعای امروزه را با مناجات او یک جایه گردانیم. یا رب نما ما را ره سوی نجات، یا رب نما ما را ره سوی نجات. محتاج تویم چی در حیات و چی ممات. از جرم و گناه ما سراسر بگذر، شرمنده مکن ما را بر روز عرصات. ای پروردگار، ای خداوندی که بسیار بزرگ و بسیار بلند مرتبه هستی، ای پروردگاری که بسیار لطف و مهربانی ها و کرم داری، خداوندی که بسیار بخشیدن را دوست می داری، پروردگاری که ملک و آنچه بین زمین و آسمان است همه مال توست، ملک توست. کسی این ملک را از زیر قدرت تو گرفته نمی تواند. پروردگاری که ملک تو سرحد ندارد، فرمودی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
در بین همه آن مخلوقانی که آفریدم بهترین او، زیباترین او، با عزتترین او فرزند آدم است. شاعر می گفت نظر به سوی خود کن که تو جان دل ربایی، نظر به سوی خود کن که تو جان دل ربایی، مفکن به خاک خود را که تو از بلند جایی. تو ز چشم خود نهانی، تو کمال خود چی دانی؟ چو دور از صدف برون آ که تو بس گران بهایی. فرزند آدم، الله میگوید با قد و قامتت نظر کن، با چشمان زیبات نظر کن. آنچنان آفریدم که فرزند آدم در زینت خودش در تعجب است. چنان فضلی که بر آدم بدادم به جبریل و به میکائیل ندادم. آن فضیلتی که خدا به فرزند آدم داده است به جبرائیل و به میکائیل نداده است. پروردگارا، این توده بندگان تو، این بهترین مخلوق تو در این ساعت خیلی پر اجر و پر ثواب جمع شدند و خواهششان این است، مقصدشان این است یا رب بنما مرا ره سوی نجات. پروردگارا، خواهش ما بندگانت این است که ما را برای راست هدایت فرما، ما را برای نیکبختی، برای بابرکات، برای کامیابی، برای نجات، برای که عاقبتش باغ از باغهای جنتی تو باشد، خدای ما را راهنمایی فرما. این راه را خدایا برای ما نشان ده. خدایا از آن راهی که غضب تو در اوست، نارضایی تو در اوست، راهی که بے شرمی است، بے حیایی است، بے غیرتی است، بے ناموسی است، بے عزتی است، خدایا از آن راه ما را نجات ده. هیچ وقت خدایا ما را پای بند آن راه مگردان. محتاج تویم، چی در حیات و چی ممات. ای پروردگار، الحال ما بندگانی تو زنده هستیم، حیات داریم، لیکن چی در حیات خود چی یک لحظه بده نماینده تو ملک الموت برای قبض امانت می آید، چی در آن حالت محتاج ذات تو هستی. خدایا در دنیا و در آخرت، در حال حیات، در حال نزع جان، ما را پروردگارا کمک کن. احتیاج به ذات تو داریم. از جرم و گناه ما سراسر بگذر پروردگارا. ما بندگان تو گناهگار هستیم، ما بندگان تو خطاکار هستیم. خدایا آن خطاها و آن گناهانی که از ما بندگانت سر زده است، انک تحب العفو فاعف عنا، تو عفو دوست می‌داری. خدایا گناههای ما را مغفرت گردان. شرمنده مکن ما را در روز عرصات. در بین بندگانت خدایا گناههای ما را آشکار نگردان. خدایا گناههای ما را پرده پوش گردان. خدایا ما را مغفرت گردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار آمین یا رب العالمین. همیشه در هوای چار یارم، همیشه در هوای چار یارم، هوای غیرشان دیگر ندارم. بغیر از مدح ایشان نیست کارم، کمینه مخلصی هر چار یارم. سرم خاکی رهی هر چار سرور، ابو بکر، عمر و عثمان و حیدر. هزارها شکر به سوی پروردگار میکنم که با این نارسایی که دارم
با این کمبودی ها و خطاهایی که در من وجود دارد، با طریق مختصرم که باشد، من این سه ستاره درخشان که ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله تعالی عنهم را به گوش شما رسانیدم. امروزها باشد از حکایه ها و حیات چهارم ستاره درخشان در اسلام، یاری رسان حبیب خدا داماد او حضرت علی رضی الله عنه صحبت دارم. جمعه گذشته اگر یادتان باشد تا جای رسیدیم که ابو طالب تقدیر الهی بوده است دنیا را پدرود گفتند، لکن کلمه زیبای لا اله الا الله به زبان ایشان آمد. سبب او را دوستان خدا در کتاب بیان کردند، گفتند که این اولا تقدیر الهی بوده است، دوم همنشین های ناخوب داشت، یا شاید در نزد او همون ابو جهل و ابی ابن خلفه که ابن مغیره اشتراک داشت، او را نمی گذاشتند که این کلمه زیبایی که رسول اکرم به او تلقین میکرد او گوید. و دیگر این بزرگی هدایت است، بزرگی ایمان است که خدا به هر کس نمیدهد. پیش از آنه که من اطراف باز این موعظه برای شما صحبت کنم، میخواستم آغاز صحبتم از سخنان خیلی شیرین و خیلی قیمتی حضرت علی رضی الله عنه شروع کنم. ان علی رضی الله تعالی عنه قال ثلاثة یزدن فی الحفظ و یذهبن البلغم. حضرت جمله گفتند که هم در دین ما فایده دارد، هم در جسم ما فایده دارد، هم جهت طبی هم جهت دینی برای ما بیان کردند. حضرت گفتند سه چیزی هست که شما را قوه محافظتون مستحکم میکند، قوی میگرداند. هر چیزی را که خواهین اگر این سه کار انجام دادین شما در حال حفظ میکنید، چه آیت قرآن باشد، چه احادیث رسول باشد، چه از کارهایی که در دنیا تو را مشغول گردانید. قوه محافظت مستحکم می شود، تو دیگر فراموش خاطر نمی شوی. سه چیز است. این سه چیز دوم حکمتش این است که بلغم را از وجود تو دور می گرداند. حضرت بیان کردن السواک و الصوم و قراءت القرآن. چه بهترین طبابت است، چه بهترین پیشنهاد است برای انسانی که اگر این قبول داشته باشد. حضرت گفتند اگر شما خواهید که قوه محافظه شما مستحکم شود، شما به بیماری فراموش خاطر گرفتار نشوید و بلغمی که در گلو در بینی شما همیشه شما را آزار میدهد دور شود، پایبند این سه کار شوید. یکم گفتن مسواک زنید. مسواک که امروز برادرای ما و شما در بیرونها میفروشند یک چوی عادیه که شاید 1 سامان باشد، شاید 2 سامان باشد، لیکن اطراف این یک چوبه که 2 سامان فروخته می شود. صدها حدیث رسول اکرم در شأن او آمده است،
صدها حدیث از رسول اکرم برای مسواک زدن در دندانهای ما و شما. برادرای عزیز و گرامی، حبیب خدا میگوید لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاه. اگر بر امتم مشقت نمی آمد، من که مشقت شما را دوست نمی دارم، گفت پیغمبر خدا، نمیخواهم که شما همیشه در عذاب و در سختی ها روبرو باشین. و اگر این برای شما مشقت نمی آورد، من برای شما حکم می برآوردم که پیش از آن که 5 وقت نماز می خوانید، پیش هر یک نماز مسواک زنید، بعد نماز خوانید. حبیب خدا بنیاد صدها حدیث در باب مسواک زدن. همون چوبه که در بیرون فروخته می شود، همون در دهان ما و شما وقتی که می گذاریم. شاید بعضی از ما و شما طبیعت ما نکشد که همون در دهان ما گذاریم، شاید این طورم باشد. لیکن فراموش نکنین تمام مسلمان هایی که در دولت های عرب زندگی دارند، تمام مسلمان هایی که در دولت های اروپا حیات به سر میبرند، باور کنین زندگی او از ما 1000 سال پیش گذشتگی هست. آنقدر مبلغ و پول و مال دارند که دیگر حساب ندارد. ماشینی که اونا سوار میشوند نه کم از $100,000 است، لیکن همراه خود مسواک دارند. همراه خود مسواک دارند، چی در ماشینش، چی در کیسش، چی گویم که در دهانش همیشه. ببین مسواک، حبیب خدا میگوید السواک مطهرة للفم مرضاة لربی. همین مسواکی که تو در دهانت میگذاری، گفت رسول اکرم، دهان تا پاکیزه میکند، الله را از تو راضی میگرداند. ببین خوشنودی پروردگار است. برادر عزیز و گرامی، شما فراموش نکنید که همین دهانی که شما دارین این دروازه بدن شماست. این دروازه است. با داخل وجود شما در آمدن یگانه فقط به واسطه دهان می شود. و این چوبه که در دهان ما و شما می گذاریم، من کتاب دارم مخصوص در باب مسواک. عالمان حاضره آلمان، گرمانیا، وقتی سودان می روند، قطعه افریقا، وقتی می روند و مردم می بینند که مسواک، همین چوب مسواک در دهانشان می گردانند، دندانهاشان می مالند. در حیرت ماند این چی باشد، برای چی اینها اینقدر این استفاده می برند. وقتی میارد در لابراتوری خود آلمان می سنجد، در یک ترکیب همین مسواک 25 ماده طبیعی وجود داشته بوده است. 25 ماده طبیعی در داخل فقط یک مسواک. این حبیب خدا بیهوده ما را در این کار خیر دلالت ندارد. خود همین طبیب آلمانی میگوید بسیارترین داخل مسواک پنسیلین داشته است. این فلوراید و کلاراید و دیگر نامهایی که در کتاب میگیرد، اینها شکل چنده که خواهی. بیان کرد که حبیب خدا میگوید دندانهاتون را تازه میکند، گوشتهای دندانهاتون را مستحکم میکند، حتی آواز شما را نرم میگرداند. آواز فایده دارد، برای هضم در معدت هم فایده دارد. حبیب خدا گفت این آب دهان از زیاد میکند. آب دهان که زیاد شد، از داخل هر میکروبی که باشد به همین آب دهان می آید، ما همون میکروب بیرون میپرتاییم. چه فایده های خوبی دارد. از این خاطر دادرای عزیز، این مدنیتی هست که حتی مدنیت عصر 21 نه، تا قیامت این مدنیت است. انسان وقتی از مسواک استفاده میبرد، یک شاتکه هایی که مثال گویم میرش از اونم استفاده برید، من با اونم شما را دلالت کردگی هستم. اگر چنده که وی گویم بسیارترین او گوشت های دندان ها را کنده میبرارد، لیکن مسواک این اولا الحمدلله که پیشنهاد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. دویم این که فقط فایده برای جسم ما و شما، دهان ما و شما میارد. حضرت گفتن یکم مسواک
حفظ بلند میکند، فراموش خاطر را نمیکند. همگی دادرای عزیز در همین چیز آلوده باشین. دهانهاتان بوی نمیکند. حتی عایشه مادر من پرسیدن وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خانه می درآمد از چی کار شروع میکرد؟ گفتن اولین کار میکرد دهانش مسواک میزد. پیش از خواب شب مسواک میزد. سحر میخیست. حالی بعضی برادرای ما و شما سحر میخیزن و همون خلطه ناسش ناس میکشن، بعد طهارت کنی میره، بعد نماز میخوانه. حبیب خدا اولین کاری که از جاگه خواب میخیست می بود که مسواک میگرفت، دهانش مسواک میزد، بعد از پای طهارتش میشد. مرحمت. مسواک ها را میفروشند برادرای عزیز و گرامی، برای ثوابش هم برای طبابتش استفاده برید. در پیش یو برادرای ما بغیر مسواک ولی کتاب های نورنامه برآمده است. اینا در شما عقیداتون برادرای عزیز بای ندهین. کسی نورنامه در بدنش دارد آتش درآید نمیسوزد. اما همون کتاب بگیر که آتش بدرآ. این دروغ است. اینا در همه کارت برکات می شود، همه کارهای کشایی شد، مقصد همه گیره ها که این دروغ است برادرای عزیز و گرامی. اینا کتاب هایی است که عقیده های شما در خلل و زلل پیدا میکند. شما بزرگی خدا را با این کتاب ها فراموش میکنید. بجای نورنامه را خریدن شما مسواک خرید و او را استفاده برید. دوم حبیب حضرت علی گفتن قوه محافظه را مستحکم میکردگی روزه است. روزه هر هفته 2 بار، دوشنبه پنجشنبه حبیب خدا روزه میگرفتن. هر ماه 3 روز از بینش 13 14 15 ایام البیض میگویند. 3 روز 13 14 15 دوشنبه و پنجشنبه. اگر حساب کنیم هر ماه پیغمبر خدا 10 روز روزه میگرفتن، 20 روز دیگرش روزه خور بودن. از هر ماه 10 روزش حساب روزه ده میرود. اینم فایده بر بدن شما دارد. ببین ماه رمضان ده ما روزه میگیریم، چقدر سبکی ها را حس میکنیم، چقدر بیماری های ما و شما از بدنمون دور میشود. دوم قوه محافظه را دور به قوت میکردگی و بلغت میکردگی داشتن. حضرت گفتن قرآن خوانید. قرآن هم حضرت عثمان رضی الله عنه گفته بودند من 3 چیز از دنیا دوست پیدا که گرسنه ها را سیر کردن، دیگر آدمای بی لباس لباس دادن، سوم همیشه قرآن خواندن را دوست می‌دارم. کعب الاحبار هم در روایت خود میارد که 3 چیز فرزند آدم از شیطان نجات می‌دهد. یکی مسجد، دیگر ذکر خدا، سوم قرآن خواندن. آدم هیچ وقت لقمه شیطان نمی‌شود. دادرای عزیز قرآن خواندن ده هم کوشش داشته باشید. قرآن گوش کردن ده هم کوشش داشته باشید. دادرای عزیز همیشه خانه هاتون ده قرآن گوش کنید. ماشین هایی که خدا بهترین نعمت به شما داده است قرآن گوش کنید. انشاءالله شما پاداش میگیرید، شما اجر میگیرید، عصبه های شما تبابت مییابد، وجودی تو تبابت میگیرد. قرآن البته کتابی هست که ما و شما را دلالت میکند که در همه ساحه هایی که در دنیا هست پایبند باشید. چی ساحه چارواداری، چی ساحه درخت پروری، چی ساحه گویم که ساختمانی، چی ساحه سوداگری، ببین چی ساحه رهبری، همه ساحه، همه برنامه ها در داخل قرآن الحمدلله که وجود دارد. ببینین حبیب خدا میگه اتخذ الغنم فانه برکتون. این قرآن ببین گوسفندکاری کنید، در گوسفندکاری برکت است. حبیب خدا میگوید یا ساحه چی درباره زمین حبیب خدا احرسوا فان الحرث مبارک و اکثروا فیه من الحجاج. رسول اکرم میگوید پیش از آن که زراعت در زمین میپرتایید زمین ها را شدگار کنید و در زمین ها نورهای مینرالی پرتایید. این قرآن میگوید، این حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید.
ولی بعضی شخصانی که گویم ممکن شاید دعوای سوادناکی هم کنند، شاید بعضی دیپلم هم داشته باشند، از زبان اونا صدا میبرد که قرآن پیشرفت و ترقیات جانبدار نیست، یا از وقتی که مردم به قرآن داده شدن گویا که کار دنیا و ترقیات دنیا را اونها هیچ وقت جانبداری نمیکنند. نه، این دروغ است، این تهمت است. اسلام هیچ وقت ترقیات، هیچ وقت پیشرفت من نمیسازد. اگر من میساخت نمیگفت که گوسفند کاری کنید، نمیگفت که زمین ها را شدگار کنید، نمیگفت حبیب خدا که ما من مسلم یزرع زرعا او یغرس غرسا فیأکل منه طیر او انسان او بهیمه کان له صدقه. کدام انسانی که یک درخت میشیناند یا زراعت در زمین میپرتاید، حیوان میخورد، پرنده میخورد، آدم میخورد، حبیب خدا گفت در هر میوه و در هر برگش برای تو صدقه است. ببین این امروز روزهای درخشینانی آمده است، ولی ما و شما شاید که درخشیناندن و درخت خریدن و اینها را شاید اونقدر کار مهم هم نشماریم، لیکن معلم بشریت حبیب خدا ما را فرمایش میدهد درخشینانی. ببین تا یک بار درخشینان بعد کیفیت درخشیناندن میدانی. ببین یک فایده درختی که حبیب خدا گفتن شینانین برای شما صدقه میارد، یک فایدهش همین است که روزهای مشکلی خنکی در یگانه چیزی که ما را نجات داد همین چوب بود، همین درخت بود که ما و شما بریدیم و گویم فرزندامون و خودمون از هر گونه خنکی ها چیکار کردیم؟ حمایه کردیم. یک نمودش، حالا که این درها و این تیریزه ها و دیگر چیزهایی که از چوب ساخته میشه. و این خاطر دادرای عزیز درخت هم شینانین. روز یکشنبه گفتن نمایشگاه می شود در داخل باغ، تمام نمود درخت ها را میارن. اگر در خانه جای شیناندن نباشد بخر برده در بیرون شهر شینان، در قبرستان ها شینانین، هر جای میابین شینانین، ان شاء الله شما در پیشگاه خدا ثواب میگیرین. سوم چیزی که قوه محافظه را به قوت میکرده است قرائت قرآن است، قرآن خواندن است. خدا رحمت و مغفرت کند حضرت علی رضی الله تعالی عنه را. ما گفتیم ابو طالب که سبب ایمان نبردن او را هر گونه تحلیل ها میکنند، لیکن از همه اصحترش همین است که البته آنچه که خدا خواهد همون میشود و از همنشین ها با انسان های ناخوب، با انسان های بدکردار که من جمعه گذشته برای شما مفصلم که نبود بیان کردم که همنشینم بسیار تأثیر کلان دارد. اگرچند که امروزها من رفیق بازی را آنقدر مهمم نمی شمارم و جدی هم نمی شمارم و زمانی رفیق بازی هم نیست، زیرا وقت سعدی که هزارها سال پیش گوید آن به که در این زمانه کم گیری دوست، با اهل زمانه صحبت از دور نکوست، آن کس که تو را به جملگی تکیه بروست، چون چشم خیرت باز کنی دشمن توست. هزارها سال وقتی که ما را گفتن آن به که در این زمانه کم گیری دوست، اکنون دوست هایی که اونها دوست اساسی باشند که خدا در قرآن یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، شاید از این گونه جمله های رفیقا را یافتنش خیلی قین است. شما با آدم های با ایمان، با آدم های خدا ترس، با آدم های خوب اخلاق، با آدمان نیک کردار رفیقی کنید و همنشین شوید، این الله سپارش میدهد. از این خاطر شما هم دادر عزیز بسیار در انتخاب دوست هاتان احتیاط داشته باشین. بینین که کدام انسان حق رفیقی تو دارد، حق همنشینی تو دارد، تا که در عبادت تو در آخرت تو وای ضرر نرساند. مزن در دام خود را چون مگس مرد آزمایی کن. حضرت
مولوی جنون رحمت الله علیه میگوید مزن در دام خود را چون مگس، مرد آزمایی کن به میزان شریعت سنج، آنگاه آشنایی کن. یکی یک باره پولی او را دیده، وظیفه او را دیده، پدر منصبدار او را دیده یا دیگری او را دیده، خودت را در حال در دام او نزن. میگن مرد آزمایی کن به میزان شریعت سنج، آنگاه آشنایی کن. سنجش کن، بپرس، ببین، بعداً آشنایی تکن. و الا زنده هم که باشی، رفیقی بد داشته باشی، تو هلاک شده هستی. گفتی همون جلال الدین رومی وای آن زنده که با مردن نشست، مرده گشت و زندگی از وی بجست. آدم بد، آدم ناخوب، آدم بد اخلاق حساب مرده ده هست. وقتی با اون نشستی تو هم مثل وی گفت مرده میشوی. احتیاط کنید دادر عزیز. لا تصاحب الا مؤمنا، حبیب خدا گفت رفیقی نکنید مگر کسی که او با خدا شناس باشد. رفیقی کنید، زیرا همین تجربه حیاتی عالی همت میدانید شاید بعضی چیزهایی که در تجربه حیاتی رفیقی بعضی ها چی زلال ها و چی خلال ها پیدا شدگی هست. دیگر هدایت است، بزرگی هدایت است که ما همیشه باید از پروردگار دعا کنیم، چگونه که حبیب خدا عبدالله ابن مسعود میگوید دعا میکرد اللهم اینی اسألک الهدى، خدایا ما از تو هدایت را همیشه خواهان هستم. ما نسبت همیشه دعا کنیم که خداوند ما را با همین هدایتی که الحال نصیب گردانیده است با همین هدایتش خداوند نگه دارد. من انشاءالله شما را از جمله اهل هدایت میشمارم، به خاطر که سوره زمر به یادم آمد که خداوند در سوره زمر میفرماید فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. صدق الله العزیز. خداوند میفرماید بشارت ده آن بندگان را که میشنوند سخن را. ببین بشارت ده بندگان را که میشنوند سخن را. سخن دو خیل میشود، سخن بد، سخن خوب. سخنی که برای بهبودی اخلاق حمیده توست و سخنهایی هست که آینده تو را از رمکه انسانی بیرون میکنند. خداوند گفت بشارت ده همون بندگانی را که سخنهای خوب را گوش کردند فیتبعون احسنه، از بین این دو سخن، سخن بد و سخن خوب، سخن خوب اونا اختیار کردند. چی می شود؟ سخن خوب که اختیار کردند اولئک الذین هداهم الله، خدا گفت انا اونها اهل هدایت هستند، اونها راه خوب یافتند، راه درست یافتند، اونها هستند اهل خیرات. این خداوند از بالای 7 طبقه آسمان برای ما و شما خبر داد. از این خاطر شما هم دادرای عزیز انشاءالله صحبت که گوش می اندازین، شما را صحبت خدا و پیغمبر خدا که عاشق گردانید، مفتون گردانید، شما اهل هدایت هستین. فقط از سخنهای بد، از سخنهای بی‌معنی، از این بعضی شعرها و سرودهایی که همو بعضی‌هاش صحنه را هم حرام کردگیان، چی به لباسهای بی‌معنیگی خود شان و شرف ملت تاجیک هم به خدا بعضی‌هاش ازاندگی هستند، با اونا داده نشوین که بسیار اخلاقتان بد میشود، بسیار طبیعتتان ناخوب میشود. دادر عزیز من آنچه میگویم به خدا از برای خدا میگویم، فقط برای بهبودی شما میگویم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در وصف حضرت علی میگوید که اینا برای ابن عازب روایت میکند قال لعلی انت منی و انا منک. ببینید چی وصف زیبای حضرت علی را میکند. حضرت علی ناگفته نماند پیش از آن که این حدیث برای شما تحلیل کنم 6 ساله بودند که در تربیه رسول اکرم بودند. 6 ساله
حبیب خدا به خاطر که خاندان ابو طالب فرزندای زیاد که داشت، مشکلات زندگی و قحطی ها بود، برای کمک این عمک خود علی را به خانه خود آورد. 6 ساله بود که در تربیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرار گرفته. تصور کنین 10 ساله شدن که اسلام قبول کردن. 10 ساله بچه 10 ساله از اسلام برخوردار شدن. حکایه میکنن مورخا که حضرت علی در خانه میدید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با مادرمان خدیجه سجده میکردند، خدا را عبادت میکردند. لیکن عبادت اون وقته گویم تا آن زمانی که این 5 وقت نماز از شب معراج هدیه‌ای که به رسول اکرم آمده بود، پیغمبر خدا را عبادت میکرد، لیکن نه مثل این 5 وقتی که بعداً گویم این نزول این آیت قرآن شد. میدید او سجده میکرد، قرآن میخواند، پرسید ای رسول خدا کی را سجده میکنی؟ 10 ساله بچه، کی را سجده میکنی؟ چی میخوانی این قدر شیرین است؟ حبیب خدا گفتند من قرآن میخوانم، این کلام الهی است و این سجده که میکنم از برای الله میکنم. حضرت علی گفتن اگر من مشورت با پدرم کنم تا اجازت دهد منم همین دین قبول سازم. صاحبای تاریخ میگوید حضرت علی از خانه یک لحظه بیرون شدن و باز پس گشتن از رسول الله در آمدن. گفتن ای حبیب خدا وقتی که خداوند مرا آفرید با پدر من مشورت نکرده بود. ببینید وقتی الله مرا آفرید، وقتی الله مرا به این دنیای فانی فرستاد، با پدر من مشورت نکرده بود. من لایق ندیدم که برای پرستش پروردگارم با پدر خودم مصلحت کنم، لایق ندیدم. مقصد پدرم هرچی خواهد نخواهد من الله را عبادت میکنم. بسیار یک نعمتی بلند بود. بسیاری مورخا میگویند صاحبای تاریخ که اولین مردی که ایمان آورده است این علی بود که در سن 10 سالگی ایمان آوردند. اگرچه بعضی راویای دیگر هم خدا رحمتشان کند میفرماید که نه، اولین مردی که ایمان آورده بود این ابوبکر رضی الله تعالی عنه بود. رسول اکرم در این حدیثی که خواندم چه گفتند؟ علی گفتند تو از من هستی، من از آن تو هستم. ببین یعنی تو از من هستی، من از تو هستم. رحم الله ابو بکر، حبیبی خدا گفتند زوجنی ابنته و حملنی الى دار الحجره و اعتق بلال من مالی. خدا این خسور ما ابو بکر رحمت و مغفرت کند که دخترش عایشه را در نکاح من درآورد. خداوند ابو بکر رحمت و مغفرت کند، زمانی که من از مکه به مدینه هجرت می کردم تمام شرایط مرا آماده کرد. خداوند ابو بکر رحمت و مغفرت کند که این عاشق خدا، این مجاهدی در راه الله بلال رضی الله عنه را از مال خودش خلاص کردانید که بدبختان مشرکای عرب عذابش میدادند.
چه آدمی با صبر بود، چه آدمی با غیرت بود. با همه عذابهای اونها، با همه مشکلهایی که به سر بلال می آمد، فقط کلمه احد از زبان بلال صدا می داد. خدا یکه و یگانه است. رحم الله عمر یقول الحق و این کان مرا و ترکه للحق و ما له صدیق. حبیب خدا دعا میکرد پروردگارا عمرم رحمت و مغفرت کن، زیرا حق را میگوید اگرچه حق تلخ است. به خاطر حق مردم از پهلوی او میگریختند. حبیب خدا میگوید عمر خدا تو را رحمت و مغفرت کند، آنچنان حقیقت بیان میکنی که در حیات خودت رفیق پیدا نمیکنی. رحم الله عثمان یستحیه الملائکه تستحیه الملائکه. خدا عثمانم رحمت و مغفرت کند. حضرت میگوید زیرا اینکه ملائکه های آسمان از عثمان حیا میکردند. آنقدر شرم حضرت بالا بود، آنقدر حیای حضرت عثمان بالا بود که ملائکه های آسمان از عثمان حیا میکردند. حیا. امروز مرد و زن ما و شما بی حیا شدند، نه همش، مرد و زن هم. حالان که این راهی درست نیست، این راهی خوب نیست، این راهی با برکات نیست. علل خصوص پدرای عزیز و برادرای مهربان، دخترهاتون را نظارت کنین. وقتی به مکتب می روند، خواهش از شما، ما با همون کلانهای معارف هم صحبت داشتیم که اونا یگانه گناهگار می شمارن پدر و مادرها را، زیرا قاعده آن لباسی که الحال گویم که معین شده است، نه این لباسایی که امروز اینها پوشیده و به مکتب می روند. ممکن نیست. چه از روی قانونهای حاضره، چه از روی قانون پروردگار جایز نیست و درست نیست. اهمیت دهین. دخترها را وقتی که اینقدر زیب و زینت میدهین، آن گوشوارهای در گوش، آن گردنبندها، آن چله ها، آن تلفن‌های در دست، مردها قرار میستند. اونا به خاطر این زیب و زینت هم میکنن که مردها را به خودشان جلب سازند. آقا مکتب جای عشق بازی است، مکتب جای خوانش است، مکتب جای آداب گرفتن است، نه جای نمایش دادن است. پدرای عزیز، برادرای مهربان، و خدا مسئولیت از گناهگار میشویم. پیشگاه خدا را به خاطر لباسهای اونا شما هم جوابگر هستید. چیزی پوشانین که توجه مردها را به سوی خودشان جلب نسازند. که بعداً گفتی همون قصه دیروزه‌ای که از خود همون معارف حکایه شد، دختر صنف 9 از بچه صنف 11 حامله دار شدند. بعداً از مکتب حامله دار نگیریش و بعد در بین همسایه ها این حالت اون سنگ ملامت در سر خودت زن. از حضرت عثمان ملائکه ها حیا میکردند، حیا میکردند. در آخر حضرت دعا کردند در حق علی، رحم الله علیاً، خدا علی را رحمت و مغفرت کند. اللهم ادر الحق معه حیث کان. خداوندا دعا کرد حق را همراه علی نگه دار در هر کجایی که باشد، هر جایی که باشد حق را همراه علی نگه دار. این بسیار وصف بلندی هست، بسیار وصف خیلی بلنده در حق حضرت علی رضی الله تعالی عنه هست. دیگر بزرگی علی این بود
که وی داماد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. و دوست داشته ترین دختر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که حضرت فاطمه بودند، در دست حضرت علی بود. حضرت فاطمه دختر خردترین رسول اکرم بودند، خردترین. صاحبای تاریخ میگویند 1 سال بعد پیغمبری خدا حضرت فاطمه به دنیا آمد، یعنی سین مبارک به 41 ساله رسیده بود که فاطمه به دنیا آمد. ابن جوزی رحمت الله علیه خدا رحمتشان کند، اونا میگویند نه، میگویند حبیب خدا 35 ساله بود که فاطمه به دنیا آمد. پس بسیارترین مورخا به این است که فاطمه در سن 41 سالگی پیغمبر خدا به دنیا آمدند. سین مبارک فاطمه دختر دوستدار رسول اکرم به 15 سال و چند ماه رسیده بود که حبیب خدا را پیشنهاد علی کرد. علی در همون خانه تربیت یافته بود. اگرچند بعض از راویای تاریخ میگویند ابوبکر هم خواستگاری آمده بود، عمر هم خواستگاری آمده بود برای فاطمه، لکن حبیب خدا گفته بود است که هر چیزی که از نزد خداوند اجازت شود همون می شود. در آخر حضرت علی 21 ساله و چند ماهه بودند که رسول اکرم پیشنهاد کرد که علی گفت فاطمه را در نکاح تو می درآرم، راضی هستی؟ حضرت علی رضی الله عنه چگونه رازگی خدا نمی دهد؟ گفتن حبیب خدا راضی هستم، لیکن از مهر چیزی ندارم که پرداخت کنم، هیچ چیز ندارم که در عوض نکاح فاطمه برای شما تسلیم کنم. حبیب خدا گفتند همان زیره ای که در جنگ بدر به دست آورده بودی همون را رفته بفروش، در پول او یک مقدار عطر خر، همون عوض نکاح فاطمه ده می شود. حبیب خدا گفتم بهترین زن همون زنی هست که مهر او کم باشد، مهرش کم باشد. البته امروز اگر زنهای ما و شما هم، خواهرای ما و شما هم مهرهای کم داشته باشند و عقلهای خوب داشته باشند، آداب خوب داشته باشند، رفتار خوب داشته باشند، احترام و عزت نسبت شوهر داشته باشند، این البته در مدح اول میستند. خلینگ زیاد بهیم و بیاریم که 1 ماه و 2 ماه بعد اگر ساز نگیریم، اگر معامله های خوب از جانب این دخترها و شوهرها نشوند، چی فایده است؟ گفت می شود در عوض همون زیره من فاطمه را برای تو نکاح کرده می دهم. فاطمه بسیار دختر محبوب رسول اکرم بود. حتی رسول الله گفتند این فاطمه بضعة منی و اینی اکره ان یسوءها. فاطمه پاره از بدن من است، بد میبینم این که کسی که فاطمه را ناراحت کند، بد میبینم. گفتن همین فاطمه را در نکاح حضرت علی رضی الله تعالی عنه داخل کرد. از این سال گذشتن که نبیره های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یکی پس دیگری تولد میشد. مادر حضرت فاطمه دختر رسول اکرم 6 فرزند داشتن میگوید، 6 فرزند. اولین فرزند کلانی او امام حسن بود. دیگر فرزندی که بعد او به دنیا آمدن این حسین بود. دیگر فرزندی که از او به دنیا آمدن اون محسن بود که در خردی میگوید از دنیا گذشت.
دیگر فرزندی که از فاطمه به دنیا آمد این رقیه بود. رقیه نام دخترشون رقیه گذاشتند. دخترهای پیغمبر خدا هم رقیه نام داشتند. اینم در خردی میگوید گذشت. دیگر دختری که از فاطمه به دنیا آمد این ام گلثوم بود که وی در نکاح حضرت عمر در آورد. شما میدانین از تاریخ حضرت عمر خوانده گذاشتیم که حضرت عمر داماد حضرت علی بود. همون ام گلثوم زن حضرت عمر بود. دیگر دختری که از فاطمه به دنیا آمد اون زینب بود که وی در نکاح عبدالله فرزند جعفر داد. 6 فرزند از دختری دوست داشته ترین دختری رسول اکرم فاطمه به دنیا آمد. حبیب خدا آنقدر فاطمه را دوست می داشت که در حدیث ها می گذرد که بار حبیب خدا از جهاد برگشتند، خیلی خسته بودند. حبیب خدا وقتی از سفر که می آمدند اولین کاری که می کردند 2 رکعت نماز خواندن در مسجد بود. اگر شما همین عادت کنین این سنت از سنت های پیغمبر است. از کجایی که آمدین 2 رکعت نماز در مسجد خوانین و بعد خانه هاتون روین. این قاعده از سفر گشتن بود. 2 رکعت نماز میگوید خواندن و اولین کاری که میکردن از هر سفری که میگشتن اولین زیارت پیش از آن که زنهاش زیارت کند از خانه فاطمه شروع میکرد. خانه فاطمه میرفت. این حالت هم از جهاد وقتی که برگشت آمد خاندان فاطمه را تق تق کرد. بسیار فاطمه آدمی فقیر بودند، آدمی نادار بودند و تق تق پدرش البته حس میکرد، میفهمید و باز پرسید کی از پس دروازه؟ گفت پدر تو محمد است. فاطمه سراسیمه شد. گفت پدر، گفت چیکار کنم؟ فقط یک شالچه دارم که بدن ما پوشیده میتونم، دیگر چیزی ندارم که بالای سر ما پوشانم. حبیب خدا گفتن هر چی باشد در کشا. گفتن وقتی در کشادن میگوید فاطمه در حال پدر در حال خستگی دید، حالت دید که خیلی غبار آلوده هست، لباس ها همه کندگی. فاطمه گریان شد، از پیشانی حبیب خدا از رخساره های او بوسه میکرد و میگفت پدر این حالت در تو میبینم خیلی ناراحت میشوم. پدرشان میگوید گفت فاطمه گو گریه نکن، گفت زیرا خداوند پدر تو را چنان مبعوث گردانیده است که این دینی که برای پدر تو روان کرده است در کجایی که شب رفته رسد به آنجا اسلام میرسد. به کجایی که شب رفته رسد به آنجا اسلام رفته میرسد. هر خانه که چه از خاک چه از پشم چه از موی ساخته باشد این دعوت پدر تو وارد اون خانه می شود. یا اون خانه عزت می یابد یا اون خانه ذلت می یابد. این حبیب خدا را سخنش در برابر دلسوزی فاطمه بود. مقصد این دلسوزی هایی که تو داری ای فاطمه، چیکار کنم که این وظیفه هست که پروردگار برای من سپاریدگی است، مرا وظیفه دار کرده است که این سخن مرا، این کلام الهی را به گوش تمام بندگان من برسان. از این خاطر است که وارثای او را ببین، عالمهای او را ببین، عالمها را ببین، وارثان پیغمبر امروز همه کوشششان هم همین است که به گوش مردم تا آنچه قوت دارند، تا آنچه میدانند به گوش مردم رسانند. خلاص علی یکی از محبوبان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود
یک چند حدیث های خیلی طولانی مانده است، حدیث های خیلی که متن اونا دراز هستند، از صحیح بخاری، از صحیح مسلم، که این وقت دیگر گنجایش شرح اونها را نمیدهد. من انشاءالله جمعه آینده شاید که یک چند حدیث های طولانی که در فضیلت حضرت علی آمده است از صحیح بخاری و دیگر کتاب های معتبر به گوش شما رسانم. فقط اینقدر تا جمعه دیگر ما و شما حیات هستیم نیستیم، این شما فراموش نکنید که شما در عقیده خود، در ذهن خود دوست داشتن 4 یار جایگیر کنید. ابوبکر اول، دوم عمر، سوم عثمان، چهارم حضرت علی. هر 4 این دوست دارید، نسبت هیچ کدام این بدبینی نداشته باشید، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لا يحب علیا منافق لا یبغضوه مؤمن. رسول اکرم گفتن این وصف ببینین چقدر درجات و بزرگی حضرت علی را ببینین. لا يحب علیا منافق، کسی منافق باشد علی را بد میبیند، کسی بد دید علی را نشانه این است که وی منافق است و هیچ وقت علی را بد نمی بیند کسی که ایمان به خدا دارد، کسی مؤمن است، کسی دعوای مؤمنی دارد، معناش این بود است که علی را باید دوست دارد. این است آن چیزی که باید ما در ذهن خود، در عقیده خود ما و شما باید جایگیر فرماییم. انشاءالله من جمعه گذشته در اطراف همون حدیث هایی که خیلی متن های دراز آمده است و گوش شما می رسانم. خدا خواسته باشد یک جمعه یا 2 جمعه باز اگر حیات باقی باشد انشاءالله برنامه هامون دیگرگون کردن میگیریم. از جنازه بابای پیری خدا رحمت و مغفرت کند، جزء از این قوم ما و شما بود. از جنازه برادر رمضان، خواجه رمضان هم دیروز گذشتن که مبلغم آوردن برای کمک مسجد. در حق مرحوم بابای ملخ عبدالرازق بودند، از محل دعا کنید خدا رحمت و مغفرتشان کند. در حق برادر محمد علی از زپرف که بیمار است دعا کنید خدا این برادر محمد علی را هم شفای کامل نصیب کند. در حق خانواده بهادر دعا کنید خداوند همه آرزوها و امیدهای نیکشان حاصل گرداند. از دوشنبه از مغازه کوثر از شما دعا خواستند خداوند کاراشون ده برار و کشایش نصیب کند. یک برادر امیرشای سفر دارند، دعا خواسته است خدا سفرش به خیر و با برار گرداند. طاهر از محله کهدامن در حق بیماری که در خارجه جراحی چشم میکند دعا کنید خداوند صحت و سلامت به خاندانشان رساند. در حق برادرانی که از بازار که کاغذ آوردن و کمک کردن باز مبلغ دادن، برادر حاجی عزت الله و دیگر برادرایی که خداوند عمرهاشون دراز و کارهاشون کشایش نصیب کند، همون کاغذهایی که زیر همین قالین ها ما و شما بالاشان نشسته ایم به کمک ایشان از خداوند در همه کاروبار دنیاییشان برار و کشایش خدا نصیب کند. خب در حق آن برادرایی که صندوق خیریه در خیر احسان کردند خداوند خیر احسان هاشون قبول و خداوند همه آرزوها و امیدهایی که دارن با فضل و کرمش حاصل گرداند. و برادر ما نورعلی هم از دوشنبه که در مغازه او کتاب فروشی میکند، عائلش بیمار است، از قوم ما و شما دعا طلب کردن خداوند این خواهر هم شفای کامل و شفای عاجل نصیب کند. و یک مادر دیگر در حق